وزارت کشته شدن 5 عضو یک عائله از جمله اسمای 6 ساله و عمران 5 ساله و یک زن حامله را در چارکوی اسفره ضربه به ماشین یاری تجلی، خانه‌های اقامتی مردم آسایشته و بناهای معموری و زیربنایی را خلاف معیار قانون‌های بین المللی عنوان کرده است. این در حالی است که طرف قرقیزستان در بیانیه‌های رسمیش تاجیکستان را به حمله به قلمروش متهم می‌کند. مقامات آن کشور درباره کشته شدن 36 کس گزارش داده، شماره زخمیان را زیاده از 100 و بیجا شدگان را 140,000 نفر می‌نامد. وزارت تندرستی و کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از شماره قربانیان و حجم ضرر چیزی نگفتند. منبع‌های باوری بخش رادیوی آزادی از کشته شدن 39 نفر خبر دادند، ولی حزب دموکراتی تاجیکستان که رهبرش عضو پارلمان است در بیانیه شماره کشته شده ها را 60 نفر و زخمیان را صدها نفر گفت. وزارت امور خارجه تاجیکستان درباره تلفات 2 نظامی تاجیک در روز 14 سپتامبر در مرز گزارش داده از هلاکت حربیان تاجیکستان آمار دیگری را نآورده است. رادیوی آزادی تاکنون نام کمش 15 نظامی کشته شده را جمع آورد. در بیانیه‌ای که 18 سپتامبر نشر شد آمده است نیروهای قرقیزستان روز 14 سپتامبر به یگان اساس به پاسگاه کیخ در اسفره حمله کردند. قرقیزستان ادعا دارد که آن روز نیروهای تاجیکستان در بولاقباشی محله تشخیص ناشده مرز موقع جنگی گرفتند. وزارت میگوید با وجود سازش قرقیزستان روز 16 سپتامبر به محله‌های اهالی نشین خواجه اعلی، قمزار، سرخ، سامانیان و کلقند شهر اسفره و خسیورز و آفچی قلعه باباجان غفورов حمله کرد و از BMP و BTR استفاده نمود. نیروی مسلح جمهوری قرقیزستان از 20 ماشین زره‌پوش که پیشکی برای حمله به قلمرو جمهوری تاجیکستان سفربر کرده شدند استفاده کردند. بنای مکتب دهی باغستان منزل مردم آسایشته در دهی سامانیان تیرباران کرده شد، گفتند در بیانیه. مقامات جانب قرقیزستان را گناهکار کردند که نیروهاش همان روز به محله باغداری اسفره در آمده خانه ها را آتش زدند، دزدی و غارتگری کردند و یک پیرزن را بیرحمانه کشتند. عین ادعا را جانب قرقیزستان دارند. بیشکک روز پیش نیروهای تاجیکستان را به کوشش ضبط محلها و غارتگری در آنجا متهم کرد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان میگوید با وجود تلاش‌ها برای ختم درگیری و آغاز مذاکرات، قرقیزستان حمله را روز 16 سپتامبر ادامه داده، بیشتر به انشاءات غیر نظامی از جمله مکتب و مسجد و خانه‌های مردم در اسفره و ناحیه باباجان غفورov ضربه زده است. عین بیانیه از طرف مقامات قرقیزستان نیز صدا می‌دهد. تاجیکستان همزمان از آن نگرانی کرده است که قرقیزستان از درون‌ها استفاده می‌برد و با ضرب این درون‌ها در مکتب و مسجد آفچی قلعه 18 کس کشته و بیش از 20 نفر زخمی شدند. مناقشه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان روز 14 سپتامبر و در بین ناحیه‌های اسفره و باباجان غفورov تاجیکستان و بادکند قرقیزستان سر زد و دیرتر به لخش و اوش کوچید. سبب درگیری آخر دقیق نیست، ولی تعیین و نشانه گذاری نشدن صدها کیلومتر سرحد دو کشور و دعوا و جنجال برای زمین آب و چراگاه سالها باز بهانه درگیری خونین بین دو همسایه شده است. دو کشور سابق شوروی و بالا آب آسیای مرکزی 970-980 کیلومتر سرحد دارند که بخشی از آن تعیین و نشانه گذاری نشده است.